السلام علیکم، امید که جو صحتمند باشید. در این ویدیو این که ترید چیست و از کجا شروع کنیم برای شما عزیزان صحبت میکنم. دوستان دارم تا آخر ویدیو همراه ما باشید. ترید چیست؟ ترید را میتوان در ساده ترین تعریف نوع مشارکت در بازارهای مالی بدانیم که شامل استراتژی خرید و فروش در بازارهای مختلف تریدینگ می باشد. و تریدر کیست؟ تریدر به کسی گفته می شود که به شکل اساسی و حرفی معاملات خود را در بازارهای مالی انجام می دهند. برای تریدر شدن واقعی چی باید کرد؟ اول تر از همه باید آموزش ببینیم. هر روز اطلاعات خود را اپدیت کنیم، چون ترید مسیری است. اگر درست آموزش نبینیم میتونیم سرمایه موجودی خود را از بین ببریم. بنابراین همیشه اطلاعات ما به روز باشد. چگونه باید آموزش ببینیم؟ اول تر از همه برای ما مهم است که یک استاد و یک صف را انتخاب کنیم، چون انتخاب چندین صف مشکلات ذهنی را در ترید کردن به وجود میارد. بعد باید همراه بازار آشنا شویم. چگونه آشنا شویم؟ باید یاد گرفتن بعضی از تکنیک ها که ما به نام تحلیل تکنیکال آشنا هستیم با آموزش ببینیم، که توسط تحلیل تکنیکال میتونیم 70% بازار را تحلیل کنیم. سپس ما باید بدانیم علت این که چرا قیمت به طرف بالا یا پایین حرکت میکند، که این را زیر عنوان پرایس اکشن آموزش میبینیم. بعد باید یک استراتژی منظم برای ترید کردن انتخاب کنیم و روی آن تمرین کنیم. و در اخیر بسیار مبحث مهم و اساسی که در بازار 90 اثر رول دارد کار کنیم، که عبارت از روانشناسی معاملاتی می باشد، که باید بالای روان خود کار کنیم، چون در ترید طمع و صبر چی وقت معامله باز کنیم و چی وقت بسته کنیم و چگونه باید منتظر بانیم و چگونه باید استراتژی خود را عملی کنیم، که این همه برمیگرده به روان ما. تمام موضوعاتی که بیان شد به طور اساسی و حروفی انشالله در ویدیوهای جداگانه برای شما عزیزان روی آن میپردازیم و آموزش میبینیم. تشکر از وقتی که گذاشتین. اگر میخواین ترید را به شکل حروفی یاد بگیرین، چینل ما را لایک کنید، سابسکرایب کنید و با دوستانتان شیر کنید و منتظر آموزش های جدید باشین. دوستان دارم همیشه پرسود و پربرکت باشین. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.